یک شاخ گل، برنامه شماره 71. هر جا سخن از شکر و قند و عسل استی، قند لب شیرین تو ضرب المثل استی. هر سو که سرایند حدیث از گل و از مل، هر سو که سرایند حدیث از گل و از مل، لعل تو و رخسار تو نعم البدل استی. دو بیتی که شنیدید از سراینده است دانشمند که در 20 و چند سال پیش بدرود حیات گفته و از عارفان به نام خراسان است. بیشتر غزلیات او بدون تخلص است و گاهی حبیب تخلص می نموده و به نام حاج میرزا حبیب خراسانی مشهور است.
زلفت دارم دلی، خارش بکن زارش بکن. تا توانی روز و شب پیوسته آزارش بکن. بنده‌ای بخشیدمت، بنده‌ای بخشیدمت، گر ناپسند آید تو را، یا بزن یا بند کن یا بر سر دارش بکن. در کفت دارم دلی، در کفت دارم دلی، دارم دلی، خارش بکن زارش بکن. تا توانی روز و شب، تا توانی روز و شب، پیوسته آزارش بکن زارش بکن. در شکنجه طره گیسو، به زنجیرش ببند. در شکنجه طره گیسو، به زنجیرش ببند. در هوای نرگسی جادو گرفتارش بکن. گر نمی باشد سزای بندگی بهر فروش، گر نمی باشد سزای بندگی بهر فروش، در کف برد فروش سوی بازارش بکن. وعده وصلش بده، وعده وصلش بده، اما بکن با او خلاف. هرچه میدانی دروغ و عشوه در کارش بکن. بندگی بخشیدمت، بنده
گر ناپسند آید تو را، گر ناپسند آید تو را. یا بزن یا بند کن، یا بزن یا بند کن، یا بر سر دارش بکن. چون ستم کش بندگان نزد ستمگر خواجگان، خسته و بشکسته و خسته و بی قدر و مقدارش بکن، بی قدر و مقدارش بکن. پیوسته دلت شاد و لبت خندان باد. شاخ گلی که نثار شد شماره 71 بود که با شرکت آقای فاخته‌ای تنظیم یافته.